کار محبوب خانم هم طوری بوده که صبح زود ساعت 5 از خونه میرفته و با چند زن دیگه کار میکردن، اما یک روز محل کار عوض میشه و با محبوب خانم شرط میکنن که فردا ساعت 5 صبح میان دنباله تا به محل کار جدید بریم. فردا دقیقا رأس ساعت 5 صبح که برف زیادی هم اومده بود، در خونه زده میشه و محبوب خانم میره جلوی در تا بره سر کار. وقتی به جلوی در میرسه همکار خودشو میبینه، در رو میبنده و پشت سرش راه میافته و چون برف زیادی اومده بود پای خودشو جای پای همکارش میذاره که جلوتر میرفته. یه مقدار که از خونه دورتر میشن، جای پای همکارش داره بزرگتر میشه و تعجب میکنه بدون اینکه چیزی بگه یا نشون بده متوجه شده. به راهش ادامه میده تا اینکه جای پای اون شخص خیلی بزرگ میشه و محبوب خانم همونجا وای میسه و تا خونه با سرعت برمیگرده. وقتی برمیگرده